مسجدها را ساختیم. مسجدها امروز اگر جمع کنیم از همه آسیای مرکزی در مجموع تاجیکستان 2 برابر زیاد است. بس مسلمانی ما را هیچ کس نمیگیرد. مسلمانی ما از خودمان. انک وقتی علم آموختن، کسب آموختن، خب هنر آموختن، بلند برداشتن سطح معرفتی ملت تاجیک آمده است. من باز میگویم، روی راست میگویم، با خرافات دولت ترقی نمی کند. پایانتر ایستاده میگذارم. از یگان و تمام مردم ما رو بیاریم بین دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی. کجاها؟ خب در همه ساحه. اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیا و دیگرها آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. ابونه من تحلیلات دارم. دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی اختراع کرده، بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. البته خرافات هم کوشش میکنند. امروز بسر ما 4 بار نکرده ایستادند. کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به این ایدئولوژی؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان تکنی؟ در خود هر یک دهه، در هر یک ناحیه، هر شهر بینتون عائله‌ای که هنرمند هستند، عائله‌ای که دانشمند هستند، عائله‌ای که نفرایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ و عائله‌ای که بی‌سواد است، عائله‌ای که نفری که کسب و هنر ندارد چی زندگی دارد؟ در کجا میگردد؟ کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم گفته است، فرموده است که بنده را حذف کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر. از این دنیا یک بهره بر. ما این روز به جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایستادیم مردم ده. اگر هیچ قوتت نرسد، خانه و در خودت تازه و آزاده کن. ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزندات. جانت کمی راحت کند. بهره بر از این دنیا، از این زندگی. خدای تعالی هست نکرده است برای مردن، برای زیستن. لیکن وقتی قد کوچه دوشنبه میبینم عصبانی میشوم. افسوس. پایانتر با ایستاده میگذارم. برق نداره میگویم. برق کی میکند؟ کی تولید میکند؟ متخصص. بینید
کشورهای پیشرفته از شعاع آفتاب برق استحصال میکنند. خانه دا گرمی میتاد، خنوکی میتاد. ببینیم علم چی است؟ علم چی است؟ سواد چی است؟ کی میکرد؟ نمیکرد دیگران کنند. من در اون پیامم گفتم کووید 19 را 5-6 دولت پیشرفته اختراع نمیکرد واکسن را برای تبابت، چی میشد در دنیا؟ چی میشد؟ با دعا تبابت کرده میشود؟ کردن کووید. چند نفر تبابت کردن؟ قبل از این در مدی اول بسیاری ها فراموش کرده است، نمیدانند که کجا دا مانده. قبل از این ما قرآن مجید را به زبان دولتی، به زبان کلی ترجمه و چاپ کردیم تا اینکه مردممان آن را خوانند، دانند و به تقلید کورکورانه راه ندهند. من این کار کردم، تقسیم کردم، بال ادامه دارد. گیرن خوانند، لکسه بیگانگان را کم گوش کنید. گیرین به زبان تاجیکی فهما هر یک آیت کلام ربانی معنیش چی است خوانید. خودتان را بیهوده نکشید. خوانید، پند است، حکمت است.